سلام، روزتون بخیر. یه ولاگ دیگه از من و آقا پندار. ببینیم امروز چی میگذره با فسقلی. از صبح که ساعت 6:30 باش درگیر بودم تا دیگه خوابید. ساعت هلوشه 11 اینا بودش دیگه، یعنی میخوابید یه 10 دقیقه میخوابید بیدار میشد دیگه. چاشو عوض کردم و شیرینا خورده اینا، بالاخره خسته شد و بیهوش شد دیگه. یه جورایی دیگه خوابیدش. وضعیت خانه زندگی ما دیروز مهمون داشتم، یه 10-12 نفر مهمون داشتیم، اومده بودن دیدن پندار دیگه. یه خود خونه رو جمع جور کنم، حالا بهتون نشون میدم وضعیت خونه رو. کار رو بکنیم بریم خونه رو جمع جور کنیم، هم دیگه پنداری رو بهتون نشون بدم. ایناش پیسرم انقدر بازی گوشی کرد دیگه، اینجوری خوابش برده ماما فردشه. جوجوی ماما اتاق پاکیده، یعنی اصلا وقت اجازه اینو بهم نمیداد که بخوام برم چیزی بخورم. یعنی یه لیوان شیر خوردم فقط از صبح، ساعت 12:10 است. اینا رو جمع جور کنم دیگه. دیشب دیگه نانا نداشتم. آشپزخونه تقریبا جمع جوره، اوکیه. فقط اونا رو باید بذارم، سرویس پذیرایی بذارم سر جوشون دیگه. ظرف و اینا رو شسته بودیم دیگه. اینجا بودن مهمونا، دوستامون اومده بودن، فقط دیگه وسیله‌ای رو میز موندش دیگه. نان نداشتم دیشب اونا رو جمع کنم، برم اینا رو جا به جا کنم، مرتبشون کنم تا پنداری بیدار نشده. شبم میخوایم بریم مهمونی، میخوایم بریم خونه برادر شوهرم. آینه رو دیروز یه نینی کوچولوی دیگه داشتیم، 7 ماهش بود، میمد جلو آینه بازی میکرد، همه آینه جای دستش همه انگشتی شده. اینا رو هم پاک کنم، یه جارو برقی هم باید بکشم. خدا رو شکر یه حسن خوبی که پندار داره، جارو برقی اینا روشن میکنم بیدار نمیشه. خیلی خوبه، اینجوری راحت میتونم به کارم برسم. بریم جمع جور کنیم خونه زندگی رو، از این وضعیت در بیادش دیگه. غذا پختن که نداریم، فقط امروز پندار میشه 1 ماهش دیگه. امروز باید میرفت بهداشت که نشد، حالا فردا صبح میخوام ببرمش. میخوام براش کیک درست کنم. امروز اسفنجش رو درست میکنم که آموزشیش هم براتون میذارم ببینین که حالا چجوریه دیگه. بهتون قانونه نشم بهتون میگم که مثلا در ازای هر تخم مرغ چقدر آرد و شکر و اینا میخواد، که دیگه حالا هر موقع خودتون خواستین که یکی چیز درست کنین دیگه با همون محاسبه کنین، راحت بتونین یک کیک اسفنجی خوب در بیارین. اینا رو بهتون میگم. فعلا بریم خونه رو جمع جور کنیم. رو در اتاقش درست کردم، اینطوریه. هنوز نتونستم وصلش کنم، یعنی یه بار وصلش کردم افتاد رو در. نمیدونم با چی بشه، از این پایه هایی که واسه تو آشپز کنم میذارن روش چیز میذارن میکنن، از اونا چسبوندم رو در. بعد اینو آویزونش کردم افتادش. حالا نمیدونم بعد یه چیزی اوکی کنم بزنم اینو بچسبونمش به در. فعلا بی خانمان اینجا افتاده.
میخواد چیارینا دستورشو براتون گذاشتم، حتما خیلی درست کردنش هم راحته. شیرینی خیلی خوبیه. یه جور اینطوری کوکی توری هم درست کردم. ایناست با طعم نسکافه است، اینجوریه. اینم خیلی خوشمزه شده بود، یعنی دیروز همه کلی تعریف کردن به خاطر طعم نسکافه‌اش و اینا، خیلی خوششون اومده بود. اینم یه سری دیگه تمام شد، همین 4 تا دونه مونده ازش. درست میکنم، دستورش رو براتون میذارم، یعنی فیلم میگیرم کامل ببینید. خیلی هم درست کردنش راحته، چیز خیلی عجیب غریبی هم نمیخواد، ولی موندگاریش هم خوبه، چون جزء دست شیرینی خشکی موندگاریش خیلی خوبه، ولی من اینو تو فریز نگه داشتم، ولی طعم خیلی خوبی داره. کسی که طعم نسکافه و قهوه اینا رو دوست داشته باشه خیلی خوشش میاد. خب من کارامو کردم، پندار بیدار شد، دوباره خوابوندمش و جارو ماری نزدم. الان میخوام کیک رو بپزم. من میخوام یک کیک کوچولو درست کنم، یعنی با 2 تا تخم مرغ درست میکنم. من معرفه درست کردنشم همه رو بهتون نشون میدم. مهمترین نکته واسه کیک اسفنجی، تخم مرغتون حتما باید سرد بشه. اگر مثلا تخم مرغ تازه خریدین اون روز، حالا نداشتین توی یخچال اینا، بذارینش که 2 ساعت توی فریز بمونه تا کامل خنک بشه. این سرد شدن باعث میشه سفیده تخم مرغ که میزنین قشنگ کف کنه، مثل حالت خامه طوری بشه و این توی پف کیکتون خیلی تاثیر میذاره. پس حتما تخم مرغتون سرد بشه. اگر وقتشو دارین که 5-6 ساعت باید توی یخچال باشه. اگر رو توی یخچال از قبل بوده که بود، اگه نه همون روز تخم مرغ خریدی که میخوای اون روز کیکم بپزی، عجله داشتی تو فریز بذار، اگه نه که بذار 5-6 ساعت توی یخچال بمونه. این از مهمترین نکته هاست واسه کیک اسفنجی. کیک اسفنجی روغن و شیر و آب و اینا نداره، اون کیک شیفونه که اینا رو توش میریزن. و بهترین کیک واسه خامه کشی کیک اسفنجی، چون کیک سبکیه و چون روش شربت میریزیم، حالا یا شیر یا شربت یا از این سیروپ ها، یه کمی بهش اون رطوبت رو به کیکمون میدیم. دیگه کیک شیفون رو درست نمیم، چون کیک شیفون کیکیه که یه خورده سنگینه به خاطر روغن و شیری که توش داره و وقتی خامه میکشیم روش، رطوبت خامه هم به خودش میگیره، دیگه اون کیفیتی که اون میخوایم برای یه کیک خامه ای رو بهمون نمیده، یه خورده حالت خمیر طوری میشه، یه کوچولو. ولی کیک اسفنجی واقعا هم بافتش سبک‌تر میشه، هم تازه وقتی اون رطوبت خامه رو اون شربتی که بهش میزنیم و میگیره، تازه یه کیک نرم و لطیف‌تری بهتون میده تا اینکه بخوای یه کیک مثلا یه کوچولو خمیری تر رو بهتون بده. پس بنابراین اصلا این حرفا رو، این چیزایی که کیک شیفون خوشمزه تره نمیدونم اینطور چیزا، نه. کیک شیفون اصلا یه مبحث جداست و اصلا برای کار دیگه ای هستش. ما برای کیک خامه ای فقط و فقط کیک اسفنجی استفاده میکنیم که فقط هم با تخم مرغ و آرد و شکره که آماده میشه و حالا وانیل یا پودر کاکائو یا نسکافه یا قهوه، اینطور چیزا. هیچ نوع روغن و مایعاتی توش استفاده نمیشه. اینو پس حتما توش دقت کنید که بهتون میگم. واسه رطوبت روشم برای کیک اسفنجی که پختین، حالا میتونین از شیر
یا حالا دوست داشتی شیر کاکائو، اگه کیک شکلاتی بود میتونی از شیر کاکائو استفاده کنی برای رطوبت زدن، برای که کیک کمی رطوبت بگیره. یا سیروپ هایی که طعم داره، سیروپ قهوه هستش، حالا طعمای میوه‌ای رو داره اینها. حالا اگه تو خونه داری برای خودت کیک درست می‌کنی، نمیخواد هزینه کنی واسه اون سیروپا که بری بخری، بهترین همون شیره که استفاده کنی یا آب میوه. همین آب میوه‌های کوچولوی طعم آناناسش، مخصوصا آناناس برای کیک های وانیلی، آب میوه آناناس خیلی طعمش رو خوشمزه. پرتقال اینها نه، چون یک کوچولوی عطر خاصی داره، اون عطر رو کیک میشینه و چیزی نیستش که همه پسند باشه. ولی آناناس نه، یه عطر و طعم خیلی ملایم و خوبی به کیک میده و توی کیک وانیلی خوشمزه تر میشه. برای کیک شکلاتی یا شیر استفاده کنی یا شیر کاکائو. واسه کیک وانیلی میتونی از ترکیب آب و شکر هم استفاده کنی، یعنی این آبی که یه خورده گرم باشه، شکر توش کامل حل بشه، روش بزنی که استفاده کنی. این کار هم میتونی، اگه آب میوه نداشتین، حالا تو دسترستون نبود، میتونین این کار انجام بدین برای رطوبت رسونی به کیک. حالا برای کیک نسکافه هم اگه درست کردین، واسه اون هم میتونین از شیر استفاده کنین، یا حالا باز اگه شیر نبود همون ترکیب آبشه. ولی برای آب میوه رو برای کیک شکلاتی و نسکافه نه، چون اصلا طعم‌هاشون با هم سنخیتی نداره و اون عطر خوبی رو که میخوایم برای کیک اونو به همون نمیده. این از اون نکته هایی بودش که خیلی اینطوری فکر میکنین چیز نیستش، ولی واقعا توی طعم کیک تاثیر گذاره، خیلی فرق میکنه. وقتی اینها رو رعایت میکنی، طعم این کیک با اونی که حالا همینطوری هر چیزی دستت اومده زدی بهش و اینا فرق میکنه. خلاصه که اینجوری بریم کیک آماده کنیم. ما بقیه نکته هم هی نگار چیزی یادم اومد بهتون میگم. هم برای شروع حتما که زرد و سفیده تخم مرغ باید جدا بشه اصلا، چون سفیده رو جدا میزنیم با شکر، بعد زرده رو بهش اضافه میکنیم. یه نکته دیگه، میتونین کیک اسفنجتون رو، همین کیک رو مثلا امروز درست کنین، فردا خامه کشیش کنین. کیک بمونه یه کوچولو بیات میشه، بافت بهتری میگیره. ولی در صورت اینکه باید کامل کیک رو با سلفون بپوشونینش که اصلا هوا نکشه، کیک خشک بشه. حتی میتونین همونطوری که سلفون پیچش کردین بذارین داخل فریزر، یعنی کامل سلفون پیچ کنین که اثر روی هوا نداشته باشه بوی یخچال. میتونین بذارین تو فریز، حالا مثلا واسه چند وقت دیگه هم استفاده کنین، هیچ محدودیتی نداره. ولی به کیکتون بمونم بافت بهتره، اگه نه همون روزم درست کنین و خامه کشی کنین هم چیز نیست. من خودم بارها این کاری کردم. ولی میتونی حالا یه موقعی مثل من میخوام امروز اسفنج درست کنم، فردا میخوام خامه کشیش کنم، چون بخاطر اینکه بچه کوچیک دارم فرصت نمیشه همه رو یه روز انجام بدم. اینطوری تقسیم میکنم کارا رو و اصلا هیچ اتفاقی برای کیکم نمیفته. کیکم خیلی هم بافتش بهتر میشه. وقتی که به شربت میزنم خیلی نرم‌تر میشه. اینم بهش دقت کنین، به خودتون سخت نگین که وای نه این توی کیک کهنه میشه. نه اصلا اینطور نیستش. توی قنادی و اینها این کار انجام میدن. پس سفیده رو که جدا کردم، زرده وانیل رو به زرده اضافه میکنم. من همیشه وانیل مایع استفاده میکنم، عطرش 2 برابر این وانیل های پودری هستش که استفاده میکنیم. واسه مقدارشم من اصولا اونقدر میریزم که اون عطری که میخوام به مشامم برسه. حالا الان مثلا من بخوام حدودی بهتون برای این دوتا من حدود نصف قاشق چایخوری وانیل این مایع ریختم واسه 2 تا تخم مرغ. حالا میتونیم برای همین مثلا واسه 4 تا 1 قاشق
استفاده کنیم. اینطوری الان این بمونه کنار. تخم مرغ رو با همزن میزنمش، وقتی که پف کرده حالا بهتون نشون میدم سفت شد اون موقع شکر اضافه میکنم. الان از این همزن دستی دارم استفاده از ایناش اینجا هستش، از این دستگاه بزرگم دارم واسه کیک و اینا. الان کاسش خیلی بزرگه واسه دوتا دیگه نمیخواد اینو روشن کنم، اینو از این استفاده میکنم. زدم که اصلا از کاسه بر نمیگرده، رد پره ها روش میمونه. الان شکر رو بهش اضافه میکنم. مقدار آرد شکر رو به ازای هر یه دونه تخم مرغ بهتون میگم چقدره دیگه. بعد از این هر مقدار تخم مرغی که حالا مثلا دارین دیگه با همون حساب کنین، همونقدر آرد و شکر رو بهش اضافه کنین دیگه، کم و زیاد نکنیم. با همین مقدار اون کیفیتی که میخوایم و به همون میده. الان به ازای هر یه دونه تخم مرغ ما 20 گرم شکر و 30 گرم آرد اضافه میکنیم. آرد هم حتما باید آرد 3-0 قنادی باشه. از آرد نونوایی و اینا استفاده نکنیم، به خاطر سبوسی که داره باعث میشه بافت کیکتون سنگین میشه. اون بافت پوکی که ما میخوایم به همون نمیده. مخصوصا حتی برای شیرینی هایی هم که میخوایم درست کنیم اصلا ما از آرد نونوایی استفاده نمیکنیم، فقط آرد 3-0 قنادی یا آردهای نون فانتزی هم که آرد خیلی سبکی هستش. الان بس شد به ازای هر یه دونه تخم مرغ 20 گرم شکر و 30 گرم آرد. الان من 2 تا تخم مرغ دارم، 40 گرم شکر بهش اضافه میکنم. این کیک های اسفنجی با ترازو خیلی بهتر در میادش، چون مقدارهاش دیگه اندازه است. با پیمون و اینها خیلی اوکی نمیشه. بعد تخم مرغ همیشه سعی کنین اون تخم مرغ سایز بزرگایی که دارین آورده، خیلی تخم مرغ های ریز و کوچولو نه، چون اون مقدار حجمی که توشه خیلی کمه. با این مقدار مواد دیگه میخوایم اضافه کنیم دیگه خورده کیکتون سفت‌تر میشه. سعی کنین تخم مرغایی که سایز بزرگتری داره حتما استفاده کنین. الان من دوباره همزن رو روشن میکنم. تو همون حین هم زدن کم کم شکر بهش اضافه میکنم. بعد خودتون این کار انجام میبینید سفیده سفت‌تر میشه و این باعث میشه که بافت کیک پف کیکمون اصلا نمیخوابه دیگه.
باز شکر رو توش ریختم هنوزم همون حالت سفتی خودشو داره و دقیقا مثل خامه شده. ببینید ما همچین سفیده رو برای کیک اسفنجی احتیاج داریم. الان که به این مرحله رسید زرده ها رو دونه دونه بهش اضافه میکنیم و همش میزنیم تا یک دست بشه. وانیل هم که تو زرده ریختم دیگه با همون خودش هم میخوره. حتما موقع هم زدن دورگیری کنین، یعنی با از این کاردکا دور ظرفتون رو تمیز کنین بریزینش. حالا من چون مقدار موادم کم بود و با همزن هی از دور میزدم دیگه این کار نکردم، ولی واسه حجم بیشتر حتما این کارو بکنین و سعی کنین متناسب به موادی که دارین ظرف انتخاب کنین. مثلا واسه 2 تا 3 تا من یه کاسه بزرگ بردارین که مواد اون ته میمونه بعد میخوای همش بزنین همه اون ته ظرفه. نه، وقتی این ظرف کوچیک‌تر باشه ارتفاع داشته باشه این پره‌های مخلوط کن کامل که میره توش این بهتر هم میخوره و بیشتر پف میکنه این کار. خب الان این اوکی شد. الان وقت اضافه کردن آردشه. آرد رو گفتم به ازای هر یه دونه تخم مرغ ما 30 گرم آرد اضافه میکنیم. حالا اگه خواستی کیکتو شکلاتی کنی، من خودم هیچ وقت اندازه نمیزنم. مثلا میخوام کیکم خیلی شکلاتی تر بشه، مثلا همین حالا برای 2 تا تخم مرغ دارم میگم 60 گرم مثلا آرد دارم، میام مثلا 20 گرمشو از اون 60 گرم آرد 20 گرمش رو برمیدارم، 20 گرم پودر کاکائو میدم. اگه نه بخوام مثلا کاکائوش متناسب باشه اندازه باشه میام 10 گرمش میکنم، یا اصلا با قاشق بردارید. ولی به ازای اون پودری که میخوایم توش بریزین از آردمون کم میکنیم، به آرد چیزی اضافه تر نمیشه. اگه میخوای مثلا یه قاشق پودر کاکائو بریزی یه قاشق آرد رو برمیداری، یا اگه 20 گرم 30 گرم پودر کاکائو میریزی 20 گرم 30 گرم آرد رو برمیداری حتما از روش. این کارو اینو حتما بهش دقت کنید. برای نسکافه میتونین نسکافه رو توی اگه از این پودرهای نسکافه آماده استفاده میکنین تو خود همین مایع که قربی هم بریزین هم میزنین خودش حل میشه. اگه هم نخواستی میتونی آسیابش کنی خورده با همون آرد قاطیش کنی، یا باز هم میتونی توی مقدار خیلی کم آب جوش اون مقدار نسکافه که میخوای توش حل کنی کامل و تو این مایع تخم مرغ، یعنی بعد از اینکه به این مرحله رسید نسکافه که تو آب جوش حل کردی میریزیم توش، یه کوچولو مخلوط میکنیم بعد آرد رو اضافه میکنیم. این هم شد پس از اینا. آرد رو بیکینگ پودر رو و آرد رو و یه پانچ نمک یعنی اینکه توی یک ظرف نمکی که بین 2 تا انگشت هستش اون مقدار با هم الکشون میکنیم. 2 بار تا 3 بار الک میکنیم تا کامل آردمون سبک بشه، هوا داخلش بره. بعد به مواد تخم مرغ اضافه میکنیم. آرد رو وقتی اضافه میکنیم دیگه با مخلوط با همزن ما هیچ کاری نداریم، فقط با لیسک مواد رو به صورت دورانی که هوا به داخل مایع کیک هم میزنیم تا آردمون کامل به خورده این مایع بره و یک دست بشه. یعنی گوله های آرد نباید توش بره، چون وقتی کیک میپزه گوله هایی که تو آرد مونده توی فب باز نمیشه، هم گوله ها توی کیک میمونه و وقتی کیک رو برش میزنیم این گوله های آرد اون تو هست و اینجا پودر میشه میریزه و این بافت کیکتون رو خراب میکنه، طعم کیک رو خراب میکنه، چون یه بوی خامی آرد رو به کیکت میده. اینو حتما دقت کنید، با حوصله این کار رو انجام بدین تا کامل آرد به خورد موادتون بره. واسه همه کیک و حتی کیک اصلونی هم که درست میکنین این اتفاق ممکنه بیفته اگه خوب اینو مخلوطش نکنین. الان به آردم اندازه بزنم که اضافه کنم به این مایع کیکم.
60 گرم آرد میخوایم. این از آردمون. و حدود 1 قاشق چای خوری بیکینگ پودر سرصاف بهش اضافه میکنم. من چون دیگه مدام این کار انجام میدم بیکینگ پودر و اینها رو چشمی میریزم. حالا باز شما با قاشق بزنید که اندازه در بیادش. رو بیکینگ پودر کم بیشتر هم بشه هیچ اتفاقی نمیفته، کمتر بیشتر بشه. این از آرد. یه کوچولو نمک میزنم. صدای پندار داره میاد. یه کمی کم فکر کنم داره بیدار میشه. خب این از الان آرد به این مواد اضافه میکنم. توی 2 تا 3 مرحله آرد رو بهش اضافه کنین و هر بار آروم آروم همش بزنین. یهو نریزین چون آرد گوله گوله میشه. بعد هی باید مدام همش بزنین و این باعث میشه که پف کیکتون میخوابه. این که میگم به صورت دورانه نگاه کنین، اینجوری اینطوری که هوا هی بره توی کیکمون، این پف و ایناش نخوابه خیلی. مایه کیک من آماده شد. ببینید همون پفش رو داره، همون غلیظتش رو ببینید. کاملا هم پفی که میخوایم و هنوز داره. الان دیگه این آماده است که فقط بریزمش توی قالب و بذارم تو فر رو حتما گرمش کنید. دمای فر همیشه 180 ولی دمای فر با هم دیگه فرق میکنه. حالا توستر، ماکروفر، نمیدونم فرای گازی، فرای برقی، هر چی که هستش دماشون فرق میکنه. اون دیگه باید قلق فرتون تقریبا دست خودتون باشه. ماکسیمومش همیشه 180 درجه هستش. حالا میتونید خودتون ببینید دماش چجوریه. از حرارت من تو فر خودم حرارت بالا پایین جفتش رو روشن میکنم که زیر کیکم نسوزه خیلی، چون فرم کوچیکه. دیگه میگم بعد فر خودتون رو ببینید چجوری هستش استفاده کنید. برای کیک بزرگتر اما 45 تا 50 دقیقه یا 1 ساعت احتیاج به زمان برای پخت کیک داریم. ولی واسه این کیک کوچیکی که من الان درست کردم بین 20 تا 25 دقیقه کیکم آماده میشه. وقتی هم که پخت از فر آوردم بیرون میذارم یه خورده خنک بشه، بعد از قالب جداش میکنم. تو قالب که میریزیم اصلا ما قالبای
که برای کیک اسفنجی هستش دیواره های کیک رو چرب نمی کنیم، فقط کف قالب رو یه مقدار چرب می کنیم، کاغذ روغنی می دادیم، مایه کیک رو می ریزیم توش. دیواره های کیک رو تا بالا اصلا چرب نمی کنیم. نهایتا تا 1 سانت از اون لبه مثلا این قالب کیک این کفشه 1 سانت تا اینجاش رو نهایتا بخوایم چرب کنیم. اونقدر اصلا دیوارمون چون باعث میشه پف کیکمون رو میگیره و کیک خودش پف نمیکنه بیاد بالا. الان هواگیری کیکم بهتون میگم چجوری انجام بدین تو قالبم رو در بیارم بریزم توش بهتون میگم. خب من مایه کیکم آماده شد، الان میریزم تو قالب. کفش هم از این کاغذ مسدوداست، روی کاغذ روغنی نمیزن. اینو میریزیم توش. فرم حتما روشن کنیم که از قبل گرم بشه. خب مایه کیکو که ریختیم تو قالب نگاه کنیم دیگه اینجوری ضربه نمیزنیم مثل هواگیر، با این سیخ چوبی یا کار اینطوری به صورت نگاه کنیم اینجوری دایره دور تا دورش رو این کار انجام میدیم و میکشیم وسط کیک. هم مایه کیکمون به صورت یه دست تو قالب پخش میشه و هم این هوای اضافی که تو کیک هستش اون خارج میشه. فرم حتما از قبل گرمش کنین با دمای 180 درجه. ما دمای فر با هم دیگه فرق میکنه، شما ببینید بسته به دمای فرتون که چجوری هست. حالا فر ماکروفر داریم، فر برقی، فر توکار، فر گازیه، هر چیزی که هستش دماش رو ببین چجوریه، تایمشونه دیگه قلقش رو اگه میدونین. تایم بخوام بهتون بگم 180 برای کیک های بزرگ 45 تا 50 دقیقه، برای این کیک های قلیل 20 تا 25 دقیقه ما زمان احتیاج داریم که کیکمون پخته بشه. بازم برای اینکه دقیق تر باشه همین سیخ چوبی که داریم وقتی اون تایمی که برای کیک گذاشتیم تموم شد این سیخ چوبی رو میزنیم وسط کیکمون بیاریم بیرون. اگه یک سیختون تمیز بود کیک پخته، اگه نه دیدین مرطوبه بهش مایه کیک بهش چسبیده یه 5 دقیقه 10 دقیقه دوباره تایم بدین بذارین تو فر بمونه، باز دوباره همین کار رو انجام بدین تا زمانی که سیختون دیگه تمیز بیاد بیرون از داخل کیک. هر موقع تمیز اومد بیرون یعنی کیکتون کامل پخته شده. میارینش بیرون میذاریم یه 5 دقیقه 10 دقیقه تو همین قالبش خنک بشه، بعد با یه چاقو دورش رو باز میکنیم و برمیگردونیمش میذاریم که اون کامل خنک بشه. این از این. زیرش هم که از این کاغذها گذاشته محسوسه بهتون گفتم همه لوازم قرمزی دارم، میتونیم بریم بگیرین از کاغذ روغنی خیلی بهتره. چرب کردن ظرف هم خیلی قالب کیک و ما مثل کیک اسرونه چرب نمی کنیم تا مثلا این سطح بالاش چرب بشه، نه اصلا کار نمی کنیم، فقط سطح زیرش. الان من کاغذ نسوز گذاشتم اصلا چرب نکردم دیگه به هیچ عنوان، فقط کف قالب رو یه مقدار چرب میکنیم که اون کاغذ روغنی هم که میذاریم میفته روش و بهش میچسبه. اصلا چربش نکنیم به هیچ عنوان. یه مسئله دیگه هم میتونیم کیکتون رو بپزین بسته بندیش کنین، یعنی توی کیسه فریزر یا با سلفون کامل پکش کنین که هوا داخلش نره کیک خوش بشه. بذارینش حالا مثلا امروز بپزین برای فردا مثل من، یا میتونین بذارین توی فریز همونجوری بمونه. حالا برای مثلا چند وقتی که میخواین استفاده کنیم با همون نایلون بذارین بیرون کامل، ببین وقتی نرم شد از تو نایلونش بیارین بیرون و بعد خامه کشیش کنیم. این از این نکته. این کیک هم که پختیم مثلا من امروز دارم میپزم برای فردا توی یخچال نمیذارم، میذارم تو همون دهان آشپزخونه، فقط حتما دورش رو سلفون میکشم یا اگه سلفون نداشتین توی کیسه فریزر بذارین و خوب گره بزنین که هوا نکشه، بزنین تو همون وضعیت آشپزخونه باشه اوکی. اتفاقا یه خوردم که کیک میمونه بیات میشه، اون شربت اینا رو بیشتر به خودش جذب میکنه و بهتره. این از این. حالا اینم که مثلا امروز هم کیک رو بپزین خامه کشی کنین
اگه بگم بد باشه نه، بگم خوبه اوکیه، ولی دیگه این طرز فکر رو این چیز که وای نه حالا کیکم تازه باشه نه، تا یک روز بمونه هیچ مشکلی پیش نمیاد، بافت کیکتون هم اصلا خراب نمیشه. به شما که بخواد بیات باشه سفت باشه نه، اصلا همچین چیزی نیستش. این الان میره تو فر پخته بشه، پخته شدهش رو بهتون نشون میدم دیگه. خامه کشی و برش و اینهاش بمونه برای یه وبلاگ دیگه که بهتون کامل توضیحش رو بدم. اونم یه سری نکته ها داره. بازم اگه نکته چیزی بود میتونید ازم سوال بپرسین، حتما بهتون جواب میدم. اینو بذارمش تو فر تا آماده بشه. خب این کیک من که گفتم الان پختهش، بعد ببینین سیخو که میزنم توش تمیز خورده ها واسه این سطح روی کیکی که برشته شده، ببینین تمیزه بمونه، یه خورده خنک میشه، بعد از تو قالب درش بیارم. ببین اون کارم که میکنیم دیگه کیکمون اونطوری اونقدر حالت گنبدی نمیده، سطح کیکمون تقریبا صافه. اینم الان رو صفحه توری که میره دیگه کامل سطحش صاف میشه. خب من اینو برش گردوندم الان، اینم اون صفحه نسوزه، نگاه کنیم به راحتی از سطح کیک جدا میشه. یه دیگه الان میشورمش، میزنم دوباره تو قالب سری، بعد بازم استفاده میکنم، اصلا چربش هم نکردم، راحت جدا میشه. این از خنک شد کامل دیگه، میزنمش تو نایلون بمونه واسه فردا تا خامه کشیش کنم. تا پندار خواب هنوز، گفتم ساکش رو جمع کنم چون شب میخوایم بریم مهمونی. چون دیگه بعد بیدار شه یه خورده سخت میشه، کمی سعی میکنم وقتی خوابه کاراموز خیلی زودتر انجام بدم. اینش رو بردارم. این پارچه دور پیچات خیلی استفاده میشه تو سیسمونی واسه بچه. من فکرشو نمی‌کردم انقدر اینا کاری داشته باشه. یعنی دنیای مادر شدن هم یه دنیای عجیبیه واقعا. من خودم بچه اولمه، اونقدرم تجربه بچه داشتن رو نداشتم، یعنی بچه کوچولی نداشتیم تو خانواده یا چیز بود که مثلا من بخوام نگهش دارم یا بخوام چیز کنم، یعنی همه چیز رو برای اولین بار دارم واسه پندار تجربه میکنم. اولین بچه‌ای که شستم پندار بود، نگهش داشتم، باش بازی کردم، حتی یه آروغ گرفتن ساده اولین بار با پندار تجربهش کردم. واسه همین اوایل خیلی برام سخت بود، ولی اونطوری هم نبودم که بخوام خودم رو وابسته کنم به کسی، بگم وای نمیتونم بچه‌مو نگه دارم، یکی حتما باید باشه. حالا مامانم بودش پیشم تا چند روز اول و تا 10 روزگیش مادرم بودش، ولی سعی کردم بیشتر به خودم تکیه کنم، چون من کرج زندگی میکنم، خانواده‌ام شمالن، رشت زندگی میکنم و سخته برام اگه بخواستم اینطوری کنم. برای همین سعی کردم خیلی زودتر خودم رو وقف بدم با این شرایط، ولی از نظر روحی نمیتونم حالا چرا، ولی انگار که واقعا همینطوری هم هستش، هورمونات به هم میریزه، حساس تر میشه. یعنی من خودم اینطوری بودم، تا کوچکترین حرفی باعث میشد اشکم در میومد، میزدم زیر گریه، خسته میشدم، بیخوابی‌ها. مال بیخوابی‌ها هنوز هم هستش، این تو طول شب شاید 2-3 ساعت بتونم بخوام، تو روزم اصلا نمیخوابم چون خیلی کار دارم، نمیرسم بودو تا پندار بخوابه به کارم برسم، جمع جور کنم این ور اون ور. شغل همسرم هم شیفتیه باید همش خودم با اون شرایط هفته به هفته که عوض میشه، من هی باید خودم با اون شرایط وقف بدم. یه هفته یه شب کاره، یعنی از امروز بعد از ظهر میره تا فردا صبح، یه وقتایی صبح میره شب میادش. الان این هفته اینجوریه، صبح میره شب میاد. مثلا اینطوری همش یه
گردشی ما تو زندگیمون داریم، چرخشی هستش تو ریتم زندگیمون اینطوری. ولی سعی کردم دیگه الان که 1 ماه گذشته خیلی هم خودم خیلی بیشتر یاد گرفتم خیلی چیزها رو. یعنی با هر واکنش پندار میترسیدم، زیاد گریه میکرد، عصبی میشدم، اصلا نمیدونستم دیگه باید چیکار کنم، فقط هی بغلش میگرفتم، هی گریه میکردش. اون استرس خودم باعث میشد بچه‌م آروم نمیشد. خیلی دکتری نرفتم اینور اونور. یه دکتر که اخیراً بردمش، یه متخصص کودکان بردم، بین همه دکترایی که بردمش این خیلی خوب بود. یعنی بیشتر از این که بخواد با پندار چیز کنه، با من صحبت کرد، منو آرومم کرد، بهم کلی راهکارها رو بهم یاد داد. چون گفت بچت کاملا سالمه، نه هیچ مشکلی داره نه چیزی، حالا اگه گهگداری بالا میاره یا هر چیزی یه روال طبیعیه، من نگران نباید باشی. ولی حرفایی که بهم گفتش، نکاتی که بهم گفت واقعا تو این چند وقت خیلی تاثیرگذار بود. از نوع خوابیدنش، شیر خوردنش، چجوری به شیر بدم، اینکه بخوام چیکار کنم، اینا خیلی بهم توضیح داد. بعد بنده فقط شیر خودم میخوره، به شیر خوش نمیدم. یه خورده اینم سخته برام، چون خودم اینجام که گهگداری میخوام دکتر برم جایینم، اصلا دیگه نمیتونم پندار پیش کسی بذارم، کلا فقط با خودمه. خود این شرایط نظرم خواستم بهش شیر خودش بدم، اصلا واسه اینجور موقعی که دکترش گفت امکان داره اگر اونو بخوره دیگه شیر خودتو نخور، که دیگه اون موردم کلا کنسل شد. ولی در کل حالا جدا از همین بحثا خواستم بگم اگه شما مثل من هستین، حالا بچه کوچولو دارین، یه چیزی میگم مثل من دارین اولین بار همه چیز رو تجربه میکنین، واقعا بگردین یه پزشک خوب پیدا کنین که هم راه و چاه به خودتون، به توی مادر یاد بده، هم خیالت از این بابت راحت باشه که اگر داروی بچت میده، حالا نکته یا داره میگه، خیالت از این بابت راحت بشه. مثلا من بشه یه دکتری بردمش واسه یه بچه 15 روزه یه قطره خواب آور نوشته بود به خاطر دل دردش. من میگفتم مثلا معده‌اش درد میکنه، خوب نمیخوابه، واسهش قطره خواب آور نوشته بود که دکتر دیگه گفتش اصلا چرا همچین قطعه‌ای براش نوشته، نه بعد اینو مینوشت، بعد مثلا یه داروی دیگه داد. مثلا من این پیش این دکتری که میگم الان رفتم، اصلا گفت من دارو نمیدم واسش، گفت حالا همون قطره‌ای که بهش دادی میگی اوکیش کرده دیگه، در روز چند بار بالا آوردن و این چیزا، این اوکی دیگه، الکی دارو هی به بچه ندیم، خودت مثلا رژیم غذاییمو رعایت میکنم و اینا دیگه، خدا رو شکر پندار دیگه اون حالت‌ها رو نداره، خیلی اوکی تر شده. و اینکه واقعا یه دکتر خوب پیدا کردن خیلی بهتره تا اینکه بخوایم هی این ور اون ور کنیم، حالا بخوایم چیز کنیم یکی دکتری که هی فقط دارو میده یا الکی واسه خود چیز میگه، مثلا مثل اونی که قطره خواب آور واسه بچه من نوشته بود که وقتی درد داره بخوابه، من نمیفهمیدم بچه‌م مشکل داره، مثلا همون اشتباهو هی تکرار کنم، چون بچه من خواب بود دیگه، وقتی اون قطره میخورد گیج میشدش و من نمیفهمیدم که بچه‌م دیگه الان داره اذیت میشه و همون روال اشتباه همونطور باید ادامه میدادم تا بعد که حالا بخوام یه موقعی متوجهش بشم. این از این. وسیله پندار رو جمع جور کنم، لباسش آماده کنم که دیگه بیدار شد، بیشتر کارمو کرده باشم دیگه، با خیال راحت بریم به مهمونیمون برسیم. حالا اگه شد از اونجا هم براتون فیلم و اینا میگیرم ببینم شرایط چطوره. اونجا که دختر عموی توپلی مهربون داره که خیلی پندار دوستش داره، اسمش نیکاست، شب میخواد بره پیشون و اینه که مامان ازش مراقبت میکنه، با اینکه خودش کوچیکه، 6م ابتداییه، کلاس 6م، ولی خیلی این حس بزرگ بودن نسبت به پندار داره و خیلی حواسش به پندار هستش. امشب داریم میریم اونجا، بریم ببینیم شرایط اونجا چجوریه، اگه شد براتون فیلم میگیرم حتما.